اولش فکر میکردم موقعیتی که الان توش هستم موقتیه. دلم خوش میکردم به اینکه بالاخره یه روزی هم میرسه رویاهامو زندگی کنم. تا اینکه سالها گذشت و زندگی به هم بیشتر از قبل ثابت کرد وجود تو، نفسهای تو، هر لحظه در حال تغییر و موقتیه. پس چیزی که موقتیه تویی، نه شرایط. هر چیزی که در درون تو اتفاق میفته به همون شکل در میاد. اگر عاشق باشی همه چیز قشنگه و اگر خودت رو کوچیکتر از مشکلاتت بدونی دنیا برای تبدیل به یه هیولای وحشتناک میشه. به خودم گفتم اگه همین شرایط، همین لحظاتی که منتظرم بگذرن تا ابد به همین شکل باقی بمونن، بعدش چی میشه؟ بعدش که کلی با خودم فکر میکردم کم کم یهو به خودم اومدم دیدم نه تنها به این شرایط عادت کردم بلکه عاشقشون شدم. قبلا رسیدن به چیزی که دلم میخواست خیلی خوشحالم میکرد و ذوق میکردم واسش، اما الان حتی اون لحظه رو تصور میکنم هیچ حسی بهش ندارم و دل کندن از چیزی که هستم، موقعیتی که توش قرار دارم و جایی که الان هستم، همین جا، همین لحظه، هم خوشحال و راضیم، هم دل کندن ازش سخته، هم دوست دارم همه ثانیه ها رو با قلبم، وجودم لمس میکنم و این خیلی خوبه. پس پیشنهادم اینه در لحظه زندگی کنی.